السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دوم خداوند جزای خیرتون می‌کنه. در خدمت اسلام هستید شما. یک دو سه سوالی مهم داشتم. یکم سوالم این بود که صاحب علمانی اهل سنت و الجماعت از کدام دلیل‌ها استفاده کردند که با خلاصه اومدن که سه طلاق حسابیده می‌شود، یا اینکه سه مرتبه طلاق گفتن سه طلاق حسابیده می‌شود. دلیل چی بود؟ دلیلش چی بود؟ اصل در طلاق این که وای واقع میشد. الاصل فی الطلاق انه واقع. این قاعده رو فراموش نکنید. اصل این قاعده ها یعنی که به واسطه صبر و تقسیم گرفته شده است. یعنی در حالت در نتیجه جستجوی نصوص قرآن و سنت به همین خلاصه آورده میشد. مثلا الاصل فی الاطعمه الحل. اصلا طعام ها حلال است. کسی یگان طعام حرام گوید وای دلیل بیارد. حلال میگفتگی نه. مثلا قرآن نمیگوید که سیب حلال، پیاز حلال، کارتاشکا حلال، پمیدار حلال نمیگوید قرآن. قرآن میگوید که تمام اون چیزی که از زمین ما برای شما برآوردیم برای فایده شما حلال است میگوید. آن چیزایی که حرام است نامبر میکند. مثلا خوک نامش گرفت. گوشت خوک برای شما حرام است. خود مرده حرام است گفت. کدام حیوانی که خودش مرد. و بعضی از حیوان‌های وصفش گفت. دندان شکاری داشته باشد. این به شیر، پلنگ، گرگ می‌دارد. یا که چنگال شکاری داشته باشد گفت مانند عقاب. یعنی کسی که طعام‌ها را اگر حرام گوید وای باید دلیل بیارد برای حرام بودنش از قرآن و سنت. حلال گفتگی نه. و در مسئله طلاق الاصل فی الطلاق واقع. اصلا این طلاق که از زبان صادر شد میافتد و خلاص. کسی نمیافتد گوید وای باید دلیل بیارد. فهمیدید؟ از شما اسلوبی سوالتون خطا کی؟ شما باید میگفتید که اونهایی که طلاق نمیافتد گفت دلیلشون چی گفته باید سوال میدادید. چون که اصل پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که ثلاث جدهن جد و هزلهن جد. سه چیزی هست که جدیتش هم جدی، هزل و شوخیش هم جدی هست. یکتش طلاق است. همین طلاق که از زبان برآمد 1000% میافتد. خب اگر نمیافتد میگفتگی ها باید دلیل بیارد. مثلا عرقخور در حالتی مستیش آیا طلاق داد میافتد یا نمیافتد؟ جمهور علما نمیافتد میگفت، مذهب حنفی میافتد میگفت. نمیافتد میگفتگی ها باید دلیل بیارد. بنابراین اسلوبی سوال شما خطا هست که یعنی میگوید که آنهایی که طلاق حساب کردن دلیلشون چی است؟ دلیل همین که طلاق اصلا واقع میشد از زبان که برآمد و میافتد. خب این چنین حدیث ها خیر بخشش درباره سه طلاق گفتم. مقصد سه طلاق گفتن سه فهمیدم. طلاق. همون سه طلاق هم سه طلاق میفراد. برای چی؟ برای همین هم 99% علمای اسلام خاصتا در زمانهای قدیم، این در زمان معاصر مثلا این قول رواج یافت در بعضی مملکت ها. مثلا اینجا مسئله های سیاسی هست. مسئله های سیاسی همین که اگر ما حاضر هر یک طلاق سه حساب کنیم قریب یعنی که خیلی از 50% گذشتگی از حسابی طلاق در تمام دنیا در بعضی کشورها تا 80-90% آمدگی است. این هم با همون آدمایی که عقد نکاح کردگی او بی عقد نکاح کرده طلاق دادگی های حساب نمیگیرن. بعد چه میکند؟ حکومت مجبور میکند دامله هایی که اگرچه مذهبشون حنفی باشدم چیکار کنن؟ طلاق 3 حساب کنن. مذهبی شیخ الاسلام تیمیه که کار کنن. چون که وضعیت همین الا تا همین 50-60 سال پیشه 99% علمای اسلام همه طلاق 3 حساب میکنن غیر شیخ الاسلام تیمیه و شاگردشان ابن القیم. از گذشتگان باشد از اینها پیش یعنی 700 سال آدم‌ها طلاق 3 حساب میکرد. یگانه آدمی که روایت ابن عباس دیگر خیلی فهمید این طاووس گفته که شاگرد ابن عباس یک شاگردشان بود تابعین طاووس ابن کیسان.
همین آدم خیلی که شیخ الاسلام ابن تیمیه و ابن القیم دلیل آوردن گپی طاووسه، اینا هم گپی طاووس کتی فتوا دادن، اینا هم پیش خودشان نگفتن، فهمی طاووس پیش بگرفتن برای بعضی ضررهای دیدن. لیکن از زمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا زمان شیخ الاسلام ابن تیمیه فتوا در تمام دنیا 3 طلاق بود. او زمان حضرت عمر آدمو حدیث ابن عباس گپی ابن عباس است. ابن عباس میگه طلاق در زمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم و در زمان ابوبکر و در زمان صدری خلافت حضرت عمر طلاق 3 بود. چی معناش؟ معناش این است که مردم 3 طلاق نمیدادن، 1 طلاق میدادن. در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم مردم 1 طلاق میدادن، یعنی 3 طلاق نمیدادن. در زمان ابوبکر مردم هم 3 طلاق نمیدادن، 3 طلاق نبود، 1 طلاق میدادن. 1 طلاق کدی مسئله حل میشد. برای چی 3 طلاق دیان؟ 3 طلاق دادن حرام است، 3 طلاق دادن گناه است، 3 طلاق دادن بدعت است. امام مالک میگن که شیخ الاسلام میگن که تا زمان امام مالک به مدینه بدعت در آمدگی نیست، نبود میگن، خاصتا در زمان ابوبکر. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی یگان حادثه های نادر اگر شده مانده باشد، حضرت عمر یک آدم اگر 3 طلاق دادگیش یک روایت است، حضرت عمر میگفتن که یا رسول الله، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که ایلعبوا بکتاب الله و انا بین ظهرانیکم، انا بین ظهرانیکم، آیا با کتاب الله تعالی بازی کرده می شود؟ حالان که من در پیش شما در کتاب الله تعالی 1 طلاق دادن در کار، 1 طلاق کدی مسئله حل میشد، برای چی 3 طلاق میدید؟ 3 طلاق دادن حرام است، 3 طلاق دادن گناه است، 3 طلاق دادن بدعت است. نبود این چیز. مردم 1 طلاق میدادن در ابتدای حکومت حضرت عمر هم. بعد حضرت عمر یک روز تمام صحابه های جمع کرد، گفتن که من بینم مردم سراسیمه شده ایستاده است، یعنی 1 طلاق نداده، یک بار سراسیمه شده 3 طلاق داده ایستاده است. بنابراین من این 3 طلاق حساب میکنم. این خیلی نه که 3 طلاق پیغمبر 1 حساب میکره باشه، نه، 3 طلاق در زمانه پیغمبر 1 طلاق بود، به معنی که مردم 3 طلاق نمیدادن، 1 طلاق میدادن. در زمانه ابوبکر هم 1 طلاق میداد. این فهمیشه که از مثلا شما فهمیساده، دیگرها فهمیساده است، همین طاووس هم خیلی فهمیدن. 3 طلاق در زمانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم 1 طلاق بوده. من این خیلی فهمیدن که طاووس گپی ابن عباس، این سخن ابن عباس است، قرآن نیست، حدیث نیست. این ابن عباس میگن که طلاق در زمان پیامبر صلی الله علیه و طلاق 3 بود، به معنای که مردم 3 طلاق نمیدادن، 1 طلاق میدادن. در زمان ابوبکر هم، در زمان عمر هم، لیکن در ابتدای حضرت عمر، وقتی که در زمان عمر دیدن که بعضی آدم‌ها 3 طلاق داشته است، گفتن که من این 3 حساب میکنم. شما چی میگوید؟ تو هیچ کی نگفت، اجماع علما هست. از عمر یگان کس گفته نمیتونه که از عمر آدمو میترسید. عمر برآمد میکرد روزای جمعه، یک آدم خسته گفت که عمر برای چی گفت این لباس همه ما یک دانگی تقسیم شد تو دوتا؟ بعد اینکه یک غنیمت آمد، پیامبر حضرت عمر برای همون لباس یک دانگی تقسیم کردن، یعنی یا ریدا میشد یا ایزار، یعنی یا عضو پایانتون رو پشت میتونید یا پایینتون. حضرت عمر جمعه برآمد دارد، 2 تا دارد خودش، خلیفه مسلمان ها، دیگرها یکتگی دادگی. یا آدم خسته امیر مومنین برای چی تو 2 تا داری؟ گفت ما یکتگی دادی، خودت با 2 تا گرفتی. بعد عمر گفتن که عبدالله ابن عمر از جات خیز، پسرشون عبدالله ابن عمر خیز گفت که من حق خودم به پدرم دادم، این خیلی باشد معلش گفته سن 6. اینو نمیترسن صحابه ها در راه الله از حق نمیترسن. یعنی که عمر خیر نه که وای عمر پرزیدنت بود و وای گپا گفتو همه حق خوب گفت، نه. اگر خلاف پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد، وقتی که حضرت عمر یک آدم پیششون اومد از عراق فریاد کردن، میلیسه ها رفته گران اومد به مدینه پایتخت، وقتی که عادر در اومد گفتن که لا اهلا ولا سهلا، خوش آمدی به نزد من، گفته قبول کرد حضرت عمر. بعد به حضرت عمر غضب کرد، گفت که خوش میکردگی الله هست. گفت برای چی با کدام حق تو مرا از کشورم از عراق به اینجا به مدینه آوردی؟ و کدام حق؟ یعنی من زندگی دارم، زن و فرزند دارم، برای چی من آوردی؟ گفت که برای چی تو نسبتی نماینده من، یعنی امیری شهری
عراق بی حرمتی میکنی. من چی بی حرمتی کردم؟ گفت که از بالای تو شکایت آمده است. آخر اون امیری تو هر جمعه بالی منبر میبرد به الله ثنا میگوید، به پیغمبر صلی الله علیه و سلم صلوات میفرستاند و یکی عباره تو دعا میفرستاند. ابوبکر ایادش برآورده است. ابوبکر گپ نمیزند و ابوبکر بیم رحمت فرستون، رازگی فرستون، گویم همین شکایت برای تو کرده است. و حضرت عمر گریه کردن، گفتن که قسم به نام الله تو از همون نماینده من، از همون امیری شهر دیده با عقلتر و هدایت یافته تر هستی. لیلتون قسم به نام الله تعالی یوم و لیلتون من ابی بکر خیر من عمر و آل عمر. قسم به نام الله یک شبانه روزی حضرت ابوبکر از تمام عمر عمر و خویشاوندان عمر عمر بهتر است. یعنی یک شبانه روزه عمل ابوبکر اگر در ترازو مونیم، یک عمر عمر و خویشاوندان عمر برابر نمیشن به حضرت ابوبکر. او خطا میکند وقتی که نام ابوبکر رو در منبر نمیگیرد. تو یعنی که درست کار کردی، گفته عذر رو، گفته این سپاس و ستایش کرده، گسیل کردن. یعنی اونا نمیترسیدن. تمام صحابه های جمع کردن. ابن عباس میگن که اگر عمر امروز بعضی مثلا اهل علم، بعضی آدم هایی که در فتوا سبوکی میکنند، در بعضی مسئله ها فتوا میدهند، بعضی علما میگفتن که این یک مسئله هایی که شما امروز جواب داده ایستاده به سوال های مردم، اگر همین سوال به حضرت عمر داده شد اهلی بدر جمع میکرد. کدام آدمایی که به جنگ بدر اشتراک کردگی باشد همش اول جمع میکرد، در نزد اونها این مسئله میگفت، همه اتفاق شد، بعد فتوا میداد. بنابراین حضرت عمر رضی الله عنه تمام صحابه های جمع کردن، گفتن که این طلاق سه در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم نبود. یعنی خیلی حادثه نبود که اون کس سه طلاق داده باشد، در زمان ما پیدا شد. بنابراین ما همین سه طلاق حساب میکنیم. هیچ کس اعتراض بیان نکرد. بنابراین مذهب امام اعظم، مذهب امام مالک، امام شافعی، امام احمد، من امام بخاری، کسی که مذهبای پریزنورد نمیکند، من امام بخاری مذهب نداره. امام بخاری هم طلاق سه حساب میکنه. مرحمت وقتی که ما از این بزرگان، فهمیش این بزرگان از قرآن و سنت نقل میکنیم، بعضی ها اعتراض بیان میکنند که برای چی شما ضد قرآن و سنت؟ یا در کجای قرآن و سنت الله تعالی گفته است که طلاق سه یک گفته است؟ ای آنهایی که ایمان آورده سه طلاق دادن گیرد یک حساب میشه. گفته که آیت هست می؟ یا پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که سه طلاق دادی اما علی راو یک طلاق حساب شد. در کجای خیلی حدیث است؟ نیست در یگان جای خیلی حدیث. ابن عباس حبر الامه و ترجمان القرآن، بحر در علم، ترجمان قرآن. حضرت عمر وقتی که در مجلس شورای امت اسلامی عبدالله ابن عباس همچون عضو شورا انتخاب کرده بودن، بعضی آدم‌ها اعتراض بیان کردن که عبدالله ابن عباس مثل نبیره های ما، یعنی کودکی که تقریبا 18-19 ساله، مثل نبیره های ما در مجلس شورای امت اسلامی اشتراک دارد. بعد بعضی سوال های حضرت عمر دادن که غیر ابن عباس هیچ کس ندانست. بعد گفتن که اکنون فهمیدید برای چی من اینو میدارم در این مجلس. عبدالله ابن عباس این عالم صحابه، مفسر قرآن و فقیه امت، اللهم علمه التأویل، به برکت دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم، پروردگارا به این علم تفسیر ده و این را فقیه گردان. اللهم علمه التأویل یعنی علم تفسیر، و فقهه فی الدین، در علم شریعت فقیه کن. دعا کردن ابن عباس را و دعایشان اجابت شد. عبدالله ابن عباس وقتی که به نزدشان طلاق 100 طلاق آمد، یک آدم 100 طلاق داده است، گفته است که 3 تشکیل زنت حرام شد، 97 تشکیل دینی الله تعالی مسخره کرده. اصلا آدمی 3 طلاقه باید قاضی جزا دهد. کسی که 3 طلاق داد، حتی 2 طلاق داده باشد، و باید قاضی جزا دهد برای این جنایتش. این حرام است، این بدعت است، این ممکن نیست. 1 طلاق هم همه وقت حقی دادنش ندارید. منتظر میشه تا پاک شدن همسرتون. از حیض پاک شد، خلاصه به کی آمدید؟ پیش از این با یک قاعده های، همین قاعده های کرده آمدید، به خلاصه رسیدید که باید از این جدا شید، منتظر میشید پاک شدنش.
بعدی پاک شدن علاقه جنسی کرده باشی طلاق دادن حرام است. خلاصه بعد اجازت میشه تمونا فقط یک طلاق. بعد یک طلاق دادن عده میشند زنک در خانه شوهرش که این قاعده های رعایت میکند. این قاعده های امروز فقط در داخل کتاب باقی مانده است. گفتن که 3 تشکیت دینی الله تعالی زنت حرام شد، 97 تشکیت دینی الله تعالی مسخره کرده. اتخذ دین الله هزوا، دینی الله تعالی مسخره کردی. 97 تشکیت، 3 تشکیت زنت حرام شد. این دلیل. بنابراین برادرها این مسئله ها سبک کرده نمیشه. یعنی که برآمده حتی اگر طلاق 3 قولی مثلا فرضاً اگر قولی یعنی قوتدار باشدم و ریواج داده نمیشد. مردم طلاق دادن گیرتون طلاقاتون نمیغلطد. همیشه میگوید برآمده در پیش مردم. برای این برادر خوب مسئله را فهمیده. بله.